در برخی منابع آمده است که روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به همراه عمار از بیابانهای حیره می گذشتند. به دیری رسیدند که در آن دیر راهبی مشغول ناقوس زدن بود. حضرت به عمار فرمودند که عمار بایست، گوش کن، میدونی این ناقوس چی میگه؟ عمار عرض کرد نه یا امیرالمؤمنین. گفت گوش کن، داره میگه اهل الدنیا خل الدنیا مهلا مهلا رفقا رفقا ان المولا صمد یبقى حقا حقا صدقا صدقا یا مولانا ان الدنیا قد اهوتنا و استغوتنا ما من یوم یمضی منا الا اهوت منا رکنا لسنا ندری ما قدمنا فیها الا اذ قد متنا. و عمار میگه من مبهوت. ترجمه عبارات این هست که ای مردم دنیا، اهل الدنیا خل الدنیا، دنیا رو رها کنید، مهلا مهلا رفقا رفقا، آرام آرام، ان المولا صمد یبقى حقا حقا صدقا صدقا یا مولانا، ای خدا، یا مولانا ان الدنیا قد اهوتنا و استغوتنا، ای خدا این دنیا ما رو فریفت و ما رو به بیراهه برد. ما من یوم یمضی منا الا اهوت منا رکنا، روزی نیست که بر ما بگذره مگر اینکه رکنی از ما رو میگیره، پیری میاد کم کم آنچه داریم رو میبره و عرض میشود که ارکانمون رو، توانایی هامون رو، بینایی، شنوایی، ارکان ما رو یک یک میبره. لسنا ندری ما قدمنا، نمیفهمیم که چه کردیم تو این دنیا، چه توشه اندوختیم، فیها الا اذ قد متنا، مگر آن زمانی که بمیریم در نخواهیم یافت که چه اندوختیم. عمار میگوید که من حالم دگرگون شد و اون روز گذشت. فردای اون روز تنها رفتم به سمت حیره و رفتم سراغ به طرف اون دیر و راهب رو خواستم، گفتم که برای من ناقوس بزن. گفت تو مسلمانی، ناقوس به چه کار تو میآید؟ گفت نه، میخواهم راز ناقوس رو بر تو بگشایم. راهب شروع کرد زدن و من همان عبارات مولا رو خواندم. وسط کار دست کشید، گفت اینها رو کی به تو یاد داده؟ گفتم علی ابن ابی طالب وصی پیامبر ما. راهب گریست و به سجده افتاد، گفت من نامه ای دارم از هارون که به ما رسیده است که خداوند پیامبری را مبعوث خواهد کرد که وصی او زبان ناقوس میداند. لا اله الا الله حقا حقا صدقا صدقا ان الدنيا قد غرتنا وشغلتنا وسهوتنا واستغوتنا يا ابن الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا دقا دقا يا ابن الدنيا جمعا جمعا